Hey guys, it's me. Today we are going to visit Frankfurt Zoo. If you're interested to visit Frankfurt, Germany, or all around the Europe, it is your channel. Please stay with me. سلام بچه ها، امروز قرار باغ وحش فرانکفورت رو ببینیم. باغ وحش فرانکفورت خیلی زیبا و دیدنیه و اگر شما علاقه‌مند هستین به اروپا، به آلمان، به اینکه با شهر فرانکفورت بیشتر آشنا بشید یا اینکه حتی شهرهای جدید، بقیه شهرهای اروپایی یا شهرهای دیگه اروپایی رو ببینید. ببخشید من دارم تون حرف میزنم، توپق میزنم چون که موبایلم داره خاموش میشه، نمیتونم فیلم بگیرم دیگه. اگه خاموش بشه مجبور همه چی خیلی سریع بگم. اگه علاقه‌مندین به دیدن بقیه شهرهای اروپایی، شهرهای زیبای اروپا، این کانال شماست. لطفاً با سابسکرایباتون از من حمایت کنید و اینکه این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو کامنت کنید. Guys, again in English, please subscribe me and like this video. Okay, let's go to visit Frankfurt Zoo. And I need to refer that my English is not that much good, but I'm trying to do my best. Please forgive me for my accent and lack of words. Sometimes it's happened to me. I forget what should I say, but stay with me. خب بچه ها، اینجا هم که میبینید فضای داخل باغ وحشه. من سعی کردم که از کل فضا فیلم بگیرم، ببینید چه شکلیه تقریبا و فیلم هم دوباره مثل همیشه بزنم رو حالتتون. اینجا که میبینید محفظه خرس ها بود و اینکه اینم حالا یه نما فضای کلیه و البته یه فضاهایی برای ببر و این چیزا هم داشت، منتها ببر و شیر، منتها چون که هوا سرد بود مثلا اینجا من رفتم فیلم گرفتم، ولی ببخشید صدام گرفته، ولی خب تو بودن، توی حالت خونهشون بودن، خاطر اینکه هوا سرد بود بیرون نبودن. و همونطور که در ادامه ویدیو میگم، جالب اینجاست که بچه ها میمونا هستن. سلام میمونا. اینجا قسمت خفاش ها بود که من جرئت نکردم برم تو، میترسیدم تنهایی، چون از خفاش بدم میاد. بچه ها حیوونا توی قفس نبودن اکثرا، مثلا پرنده ها آزاد بودن یا خیلی از حیوانایی که خطری برای انسان نداشتن آزاد بودن و تو محوطه باغ وحش همجوری میچرخیدن. اینجا قسمت آکواریوم باغ وحش فرانکفورت. آکواریومش خیلی خیلی قشنگ بود. من خودم با آکواریوم خیلی علاقه دارم و ماهی‌های مختلفی از سراسر دنیا جمع کرده بودن آورده بودن، حالا یا ماهیا و لاک‌پشت ها. همونطور که گفتم اینجا آکواریوم باغ وحش بود. اون قسمت آکواریوم علاوه بر ماهی ها 2 طبقه بود که حالا میریم میبینیم در ادامه فیلم. طبقه پایین آکواریوم بود و طبقه بالا قسمت خزندگان بود. ولی خب من آکواریومشو خیلی خیلی بیشتر دوست داشتم، چون آکواریومش خیلی تمیز بود و خیلی قشنگ بود. من خیلی دوست داشتم اون قسمت آکواریومش رو. ولی خب طبقه بالا قسمت خزندگان بود، مثل مارها و مارمولک ها و یک مدل، الان داریم میریم طبقه بالا قسمت خزندگان رو میبینیم. یه مدل لاک‌پشت های خشکی و اینها بودن که من رفتم از طبقه بالاشم فیلم گرفتم. بعد اینو باید بگم بهتون که بچه طبقه بالا دما مناسب اون محیطی بود که این حیوونا ازش اومده بودن، این خزندگان ازش اومده بودن و خیلی گرم بود. اون طبقه بالا خیلی گرم بود. حالا میبینید این دوتا لاک‌پشت دارن با هم بازی میکنن، حالا یا داره اون گنده اذیتش میکنه یا بازی میکنه. اینجا هم یه فضا بود برای مارمولک ها. من سعی میکنم زوم کنم روش که معلوم باشه. و کلا این فضا رو که میبینید خزنده ها توش بودن دیگه، مار و عقرب و مارمولک و روتیل و این چیزا بودن. الان زوم میکنم این ماره رو شما ببینید. بله، خیلی هاشون هم استتار کرده بودن، راحت نمیشد ازشون فیلم بگیری، ولی خب میگم من تلاشمو کردم که فیلم بگیرم
از تمام قسمت‌های باغ وحش و به شما نشون بدم. ایشون هم که میبینید آقای مارمولک یا خانم مارمولک سبز هستن و اینجا هم چیز نمیدونم اسمشون چیه اینا، مارمولک بزرگ، آفتاب پرست یا هر چیزی که هست همون بود. کلی مارمولک های عجیب غریب توی این قفس‌ها، توی این فضاها بود. دمای محیط هم مناسب بود. همونطور که گفتم اینا هم لاک‌پشت هستن، لاک‌پشت‌های خشکی، لاک‌پشتایی که خیلی از آب خوششون نمیاد و توی خشکی زندگی میکنن، اینجا نگه میداشتن و بعضیشون هم خیلی عمرشون بالا بود، یعنی خیلی پیر بودن اون لاک‌پشتا. اینجا هم یه سری سوسکا بود، نمیدونم سوسک بود چی بود اینا. و خانم طاووس رو که میبینید همونطور که گفتم آزاد میچرخیدن توی محوطه، همه پرنده ها و حیوانات بی خطر آزاد میچرخیدن. مثلا این یه پرنده است که از نیوزیلند آورده بودن، خیلی هم کمیاب بود ولی خب همونطور که میبینید توی محوطه آزاد میچرخید. اینها هم اصطلاحاً بهشون میگن کل یا بز کوهی، که نه همون کل میگن. اینا هم فوک‌های دریایی بودن این قسمت. این فوک‌ها داخل این محوطه خیلی بزرگ بودن ولی خب چون خیلی فاصله زیاد بود راحت نمیشد ازشون فیلم گرفت. من مجبور شدم که زوم کنم و خیلی بازم واضح نشد، ولی خب این امکان بود که آدم خیلی نمونه‌های مختلف، نژادهای مختلف، گونه‌های مختلف حیوانی رو ببینه. اینم کرگدنه، توی معرفیش نوشته بود مامان کرگدن. اینجا هم فلامینگوها بودن، خیلی قشنگ بودن بچه‌ها. توی فیلم اونقدر زیباییشون معلوم نیست ولی از نزدیک خیلی خیلی قشنگ بودن. و حالا یه کمی که بریم جلوتر، این پرنده یه پرنده خیلی کمیابه که از نیوزیلند آوردنش و پرواز نمیتونه بکنه، بالم حتی نداره، همونطور که دارید میبینید و خیلی هم قشنگ بود. اینجا هم باز فضای باغ وحشه. باغ وحش فضای خیلی 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 بزرگ رو داشت. اینجا که میبینید مثلا فنس کشیدن که حالا اون حیوانایی که ممکنه فرار کنن یه ذره محصورتر باشن و از فضای باغ وحش نتونن فرار کنن، ولی خب به خاطر اینکه سرد بود خیلی ها بودن، توی خونه هاشون بودن. And guys, I need to refer that the animals are not in cage. I can say that the people who comes in zoo, they are in cage. We are in cage. The animals are not in cage in here. And بچه ها باید اینو اشاره کنم بهش که حیوونا داخل قفس نگهداری نمیشن، خیلی هاشون آزاد نگهداری میشن یا اون فضایی که توش نگهداری میشن خیلی بزرگه. یعنی عملا میشه گفت اون کسایی که میان اینجا رو ببینن توی قفس هستن نه حیوونا، چون که همونطور که میبینید فقط یه سری راه ها داره که توش راه بیای و ببینی، ولی اون محفظه حیوونا که البته باید هم همینطور باشه، اون محفظهشون خیلی بزرگه و خیلی راحته براشون. بچه ها شاید باورتون نشه ولی اینی که میبینید توی فیلم یه مدل زرافه بود. من شاخ در آوردم وقتی که خوندم راجبش. و اینجا هم دوباره همون زرافه بود و این محفظه زرافه ها رو توش نگه می‌داشتن. اینجا هم که می‌بینید زرافه هایی که ما بیشتر باهاش آشناییم و بیشتر توی تلویزیون و فیلم ها دیدیم. بچه ها این هم یه چیزی شبیه گوزن و آهو و یه چیز عجیب غریب بود که من آخرش هم نفهمیدم چیه، راجبش هم چیزی نتونستم پیدا کنم که برای شما بذارم. الان اینجا متوجه شد دارم ازش فیلم میگیرم و عصبانیت داشت نگاه میکرد. آها اینو من حالا اگه شما میدونید پست کامنت بذارید ببینید این چیه، من نفهمیدم. اینجا هم قسمت بزا بود. بزا راحت آزاد گذاشته بودن که بگردن واسه خودشون توی پارک. الان میرم نزدیک که توی فیلم معلوم باشن ولی خیلی کوچولو بودن، قدشون کوتاه بود نسبت به بزای معمولی. اینهاشون.
اون باغ وحش یه برکه یا یک دریاچه مصنوعی هم داشت که خیلی بزرگ بود. الان داریم کنار اون دریاچه راه میریم. یه سری پرنده ها مثل لک‌لک ها یا مثل این پلیکانایی که میبینید توی اون دریاچه زندگی میکردن یا اطراف اون دریاچه زندگی میکردن و من سعی کردم که از اون پرنده های توی دریاچه هم فیلم بگیرم. اینجا دور برگشتیم به قفس آقا خرسه، داریم میبینیمش، اینه ایشون هستن. من سعی کردم که ازش فیلم بگیرم و آها اینجا داره راه میره، داره زندگیشو میکنه. یه جای بازی هم برای ساخته. بچه اینم ساختمون ورودی باغ وحشه، اینم در ورودیشه.